توی این پست میخوایم با هم دیگه تعداد شاخه های یک بندیل میلگرد رو حساب کنیم. با ما همراه باشید. برای محاسبه تعداد شاخه های میلگرد موجود در یک بندیل میلگرد باید ابتدا بدونیم وزن یک بندیل میلگرد چقدره و این بین کارخونه ها و برندهای مختلف متفاوته، ولی حدوداً بین 2 تا 5.5 تنه و برای کارخانه ذوب‌آهن اصفهان این وزن برابر با 4 تن و 700 کیلوگرمه و الان ما کافیه وزن یک شاخه میلگرد رو حساب کنیم و بعد بیایم وزن یک بندیل رو تقسیم بر وزن یک شاخه میلگرد کنیم و تعداد شاخه های میلگرد موجود در یک بندیل میلگرد رو به دست بیاریم. خب برای مثال اگر بخوایم بدونیم توی یک بندیل میلگرد 16 چند شاخه میلگرد 16 داریم، کافیه ابتدا بیایم وزن یک شاخه میلگرد 16 رو حساب کنیم. برای مثال برای همین میلگرد 16 ما کافیه بیایم قطر میلگرد که برابر با 16 میلیمتره به نمای 2 برسونیم تقسیم بر 162 کنیم. بنابراین 16 به نمای 2 تقسیم بر 162 برابر با 1.58 میشه. یعنی اینکه وزن هر متر طول از میلگرد 16 برابر با 1.58 کیلوگرمه. حالا 1.58 رو ضرب در 12 میکنیم به دست میاد حدوداً برابر با 18.96. بنابراین حدوداً وزن یک شاخه میلگرد 16 برابر با 19 کیلوگرمه. خب الان کافیه بیایم وزن یک بندیل میلگرد رو تقسیم بر 19 کنیم. گفتیم که وزن بندیل های کارخانه ذوب‌آهن اصفهان حدوداً برابر با 4 تن و 700 کیلوگرمه. بنابراین ما عدد 4700 رو تقسیم بر 19 میکنیم حدوداً به دست میاد 247. بنابراین توی یک بندیل میلگرد 16 247 شاخه میلگرد 16 داریم. خب اینو از محاسبه سریع تعداد شاخه های موجود در یک بندیل میلگرد. اگر از این پست خوشت اومد لایک یادت نره و اگر از اکسپلور میای برای دیدن کلی پست کاربردی دیگه حتما پیج ما رو فالو داشته باش. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.